چند وقت پیش با یکی از دوستانم صحبت میکردم که اینفلوئنسره و ازش یک سوالی پرسیدم. گفتم که تو خودت اینفلوئنسری و در واقع در ترجمهش یک فرد اثرگذاری. گفتم میشه سوالی ازت بپرسم که بزرگترین اینفلوئنسرها و افراد اثرگذار زندگی تو کیان؟ گفت پارتنرم، دوستانم، استادم، روانشناسم و داشت هی توضیح میداد و داشتم به این فکر میکردم که واقعا بزرگترین اینفلوئنسر زندگی ما کیه؟ کی توی زندگی ما بیشترین تأثیر رو داره؟ و شاید بتونم با این مثال بهتر توضیح بدم. تمام کلماتی که ما میخونیم یا مینویسیم از جایی میاد که تو اول دبستان یک معلمی به ما یاد داد که چجوری بخونیم و چجوری بنویسیم و ما اون شکلی یاد گرفتیم خوندن و نوشتن رو و بعداً گسترشش دادیم، بیشترش کردیم، بهترش کردیم. اما انگار سنگ بناش از اونجا میاد و داشتم فکر میکردم که احتمالاً بزرگترین اینفلوئنسر زندگی ما آدم‌ها مادرهامون و بعد هم پدرهامون هستند. انگار تک تک کلماتی رو در زندگی ما و در ذهن ما قرار دادند و تک تک چیزهایی رو در ما تعریف کردند که ثانیه به ثانیه داریم با اونها زندگی میکنیم. و شاید برای همینه که صبح تا شب پادکست گوش میدیم، کتاب میخونیم، با این و اون حرف میزنیم و هی تلاش میکنیم دائما که شرایط رو تغییر بدیم و بهتر زندگی کنیم، ولی اتفاق نمیافته. شاید اینفلوئنسرها رو اشتباه گرفتیم. شاید باورمون شده که اینفلوئنسرهای زندگی ما آدم‌های دیگن و شاید راه حل تمام این مسائل دیدن و برگشتن به بزرگترین اینفلوئنسر زندگیمونه.